میکنم خدمت تک تک شما عزیزان. خوش آمدید به خانه خداوند. من یکم بیام اینوری که عزیزان این برم ببینم. خدا رو شکر برای امروز. آمین. روزی که خداوند ساخته. از پرستش لذت برید عزیزان. خدا برکت بده ربکا جان. پرستش اگر به خوبی پیش نره قطعاً بقیه قسمت ها هم به خوبی پیش نخواهند رفت، چون پرستشه که اون دیوارها رو داره میشکنه، ما رو آماده میکنه. و یکی از سرودهایی که شما خوندید من رو ملاقات کن، این رو میخوایم تا آخر این موعظه با هم دیگه این توی فکرمون باشه. هرچی که میبینیم میشنویم امروز قراره که ادامه تئاتر رو با هم دیگه ببینیم. عزیزانی که چند نفر هفته پیش بودن؟ اوکی. ما یه تئاتری داشتیم برای عزیزانی که نبودن و امروز میخوایم که بقیه این تئاتر رو با هم دیگه ببینیم که بالاخره سامان و کوروش داستانشون به کجا میرسه با هم. خب میدونید که من دارم از این کتاب دارم پیش میرم و الان تقریبا 1.5 سال هستش که حرف مرد یکیه و ما داریم همینجوری از این کتاب داریم با هم دیگه جلو میریم. رسیدیم به فصل 7 کتاب. هفته گذشته من 3 نکته رو از 7 نکته در میون گذاشتم و فصل 7 کتاب هست در زمان تعارض تلاش برای نگه داشتن اتحاد ارزش داره. گفتیم که جان اورتبرگ داره از توی این فصل 7 کتاب داره از یه آیه‌ای از کتاب مقدس استفاده میکنه و 7 نکته رو از همین یه آیه استخراج کرده. انجیل متی باب 18 آیه 15 میگه اگر برادرت نسبت به تو خطا کند برو و با او در تنهایی آن خطا رو به او گوشزد کن، اگر به سخن تو گوش دهد برادر خود را بازیافته. چیزی که هفته پیش مقدمه کوتاهی که هفته پیش گفتم این بود که برای عیسی عشق و محبت از هر چیز دیگه‌ای بیشتر اهمیت داره. در وهله اول برای عیسی مسیح این مهمه و بقیه چیزها بعد از این میاد. میگه از عیسی میپرسن اگر بخوای تمام تعالیم الهی رو تو یک جمله خلاصه بکنی چی میگی؟ خاطرتون هست؟ خدا را دوست بدار و همسایه‌ات را همونطوری که خودتو دوست داری اون رو دوست داشته باش. پس جان اورتبرگ میگه پس بزرگترین جرمی که تو پادشاهی خدا میتونیم ما مرتکب بشیم جرائمی هست که علیه عشق و محبت هستند. و میگه که هر کسی که رویای اتحاد در جامعه رو داره باید امروز یاد بگیره که چطور با تعارض‌ها و اختلاف‌ها توی هر جایی تو هر قسمتی چطور باید برای اونها آماده باشه. گفتیم تو قدم اول گفتیم که باید تعارض رو بپذیریم. فقط من تیتروار میگم از هفته گذشته گفتیم تعارض‌ها رو باید بپذیریم، ایگنور نکنیم، اونها رو نگیم حالا ولش کن درست میشه، بالاخره یه اتفاقی میفته خود به خود شاید درست بشه. گفتیم باید مسئولیت بپذیریم، منتظر نباشیم که طرف مقابل قدم برداره بلکه ما پیش قدم بشیم برای این مسئله، چه ما مقصر باشیم چه طرف مقابل ما. و قدم سوم گفتیم که به سمت طرف مقابل بریم و از او فرار نکنیم. 2 سوال رو گفتیم قبل از اینکه میخوایم بریم 2 سوال باید از خودمون بپرسیم که چرا من عصبانی هستم، از چی من عصبانی ام. چون گفتیم خشم یک احساس اولیه هستش ولی زیر این خشم یک چیز دیگه است که ما رو به اینجا رسونده. و دوم این که گفتیم هدفمون ببینیم چی هست، از اینکه میخوایم بریم و با شخص صحبت بکنیم چه هدفی رو میخوایم دنبال بکنیم. آیا میخوایم فقط غالب بیایم مغلوب بکنیم شخص رو یا میخوایم به جهت صلح و آشتی بریم و راه حل پیدا بکنیم برای اون موضوع. گفتیم خیلی ها 2 واکنش دارن. معمولا این 2 واکنش ستیز و گریز همیشه هستش که یا هر چی تو دلشون هست رو میریزن بیرون و یا بعدش اصلا کاری دیگه نمیکنن و فرار میکنن از اون شخص. قبل از اینکه وارد 4 نکته بعدی بشیم دوست دارید ببینید که ادامه ماجرای سامان و کوروش به کجا میرسه. سامان هفته پیش عزیزانی که نبودن از دست کوروش ناراحت شد چون کوروش
یک شوخی با او کرد و شوخیش دل سامان رو رنجوند و سامان کاری که به فکرش رسید این بود که زنگ بزنه به یکی از دوستای مشترکشون به اسم مانی و با مانی صحبت بکنه. اینطور نیست اشکان جان؟ با مانی مشورت بکنه، با مانی صحبت بکنه و الان ببینیم که ادامه ماجرای سامان و کوروش به کجا خواهد رسید. یه ذره بشینیم تو پارک یه هوایی بخوریم، از این روز استفاده کنیم. وقتی میای صدای پا از همه جاده ها میاد، انگار از یه شهر دور که از همه دنیا میاد. سلام. سلام چطوری؟ خوبی؟ ردیفی؟ خدا رو شکر. از این ورها اسرارت خوبه؟ هیچ اومدم برم خوابگاه، دیدم اینجا نشستی. ببینم حدود چیکارا میکنی؟ درس دیگه خدا رو شکر. خوب پیش میره یا نه؟ آره دیگه درس دیگه باید بخونم دیگه. تولد نیلو نیومدی؟ جا خیلی خالی بود. آره حوصله نداشتم، یه ذره حس کردم تنها باشم بهتره، نیاز به تنهایی داشتم. جات خیلی خالی بود. خلاصه کلی ازت یاد کردیم، کلی کیف کردیم، کلی بهمون خوش گذشت. تو که کلا با یاد ما مجلس‌ها رو میچرخونی. یادمون کاپشن سبزت افتادیم، کلی خندیدیم. اصلا انقدر لذت بردیم. بله تخصص تو کلا تو هم چیزاست دیگه. هنوز داریش یا نه؟ آره دارم. نکنه لاغلا میخوای باش نختندون درست کنی؟ نختندون که نمیخوام درست کنم، ولی دیگه تصمیم گرفتم یه ذره هرچی گفت جوابشو ندم. گفتم مثلا یه ذره برای خودم باشم، نه تو این جمع. خب چی حالا منظورت چیه؟ کلی میگم دیگه، دیدی بعضی از این مردم هر چه دهنشون در میاد میزنن توی جمع بدون اینکه اصلا فکر بکنه، بگی آقا نمیدونم یکی ناراحت میشه بدون هیچ برآوردی، هر چه دهنش در میاد میگه. از اینا ناراحتم دیگه. و تو هم خیلی حساسی، انقدر نازک نارنجی نباش، تو زیاد بهش فکر نکن. مغزت گیرپاچ میکنه، خیلی بهش فکر نکن. نه فکر نکنم اشتباه تکرار میشه دیگه. آرش زنگ زده، ببینم چیکارم داره. اینجا آنتن ضعیفه. آره برو حالا میبینم خط بوده. برو اومدیم یه ذره از هوا استفاده بکنیم، بعد همون که دلم می‌خواست من دنبالم. نمیدونم والا، شاید هم اشتباه از منه. دوباره اومد رفت، منم اصلا حرفمو درست بهش نزدم. آخه یکی نیست بگه بشه وقتی یه نفری ازش دلخوری برو به خودش بگو هی مردم میگن فلانه، هی کلی بگو نمیدونم از دست فلان ناراحتم. آقا از دست خودش ناراحت. الان اومد رفت تو نگفتی بهش، اونم نفهم، دو تا تیکه هم وارد کرد و رفت برای خودش. اینجوری فایده نداره. من واقعا گیج شدم. ببینم تو کی میخوای آدم بشی که بتونی مستقیما یه روز میگی مانی اینجوری میری با مانی حرف میزنی، یه روز هی میخوام مطلق بگم آقا من واقعا موندم که راش چیکار باید بکنم. گیج شدم اصلا نمیدونم که باش میتونستم یه راهی پیدا بکنم. خدای خودت نمیدونم واقعا توی این مسیر آیه روش اگر که برای نفت و ورزی صحبت بکن، اگر تو شد برادر تا به دست آوردی. بفهم گوشی ما شد خراب الان، از بسی هی من کردیم این پا اون پا کردیم دست کردیم، آخر گوشی به سخن در من میگه آقا برو با برادر سخن. آره پیغام از غیب رسیداره. چرا من این کارو نمیتونم؟ واقعا چرا نمیرم باش حرف بزنم؟ چرا هی دنبال راه غیر مستقیم میگردم؟ باید به زنگ بزنم. کوروش الو سلام کوروش خوبی؟ آره ببین میخواستم با حرف بزنم. آره میدونم الان پیش هم بودیم، ولی یه حرف میخواستم بزنم. دیگه آره زنگ زد تو رفتی، گفتم اگه
وقت داشته باشی با هم یه ذره صحبت. نمیدونم هر موقع برای تو اوکیه، برای منم اوکیه. نمیدونم میخوای امروز، فردا، هر موقع. آره برای من عصر اوکیه. ساعت چند؟ 3. آره همینجور که الان هم گردیدیم دیگه. آره خوبه. پس من ساعت 3 اینجا رو ببینم اوکیه. باشه فردا بشه قربانت. خدا کوروش نمیدونم واقعا فکر میکنید که درست بشو نیستش؟ نه، ما باید ببینیم در ادامه بالاخره کوروش رو چیکار میشه باش کرد با این کوروش. بریم به قدم 4 با هم دیگه. ادامه داره داستان هنوز ادامه داره. عیسی مسیح به ما میگه که افراد بیرونی رو درگیر نکنیم. عیسی میگه که مستقیما نزد شخصی برو که با او درگیری داری. معمولا ولی تمایل ما این هستش که آخرین نفری که باهاش روبرو میشیم همون شخصی باشه که ما باهاش مشکلی داریم یا اختلافی داریم. ما ترجیح میدیم که پیش شخص سوم بریم و یه مقدار اونجا یک همدردی رو بگیریم، یک همدردی رو احساس بکنیم و برامون خیلی لذت بخشتره. یه تصوری که ما داریم اینه که کلیسای اولیه فکر میکنیم که اونجا همه چیز گل و بلبل بوده. اصلا ما ایرانی‌ها تخصص داریم تو این مسئله. میدونید که ما ایرانی‌ها همه دنیا 3 حالت زمانی دارن، ما 4 حالت زمانی داریم. میدونید دیگه، گذشته، زمان شاه، حال و آینده. بعد میایم توی کلیسا هم دقیقاً همین اتفاق میفته. وقتی که راجع به کلیسای اولی صحبت میشه یه تصوری داریم که اونجا انگار مثلا یه سری آدم‌های عجیب غریبی بودن که نه اختلاف داشتن، نه ناراحتی پیش می اومد، نه زد و خوردی بود، نه اختلافی بود، همه چیز گل و بلبل بود. ولی وقتی که به خود کتاب اعمال رسولان نگاه میکنیم میبینیم که اونجا 2 نمونه رو مثال میزنه جان اورتبرگ. میگه که یه نمونه در مورد افرادی که قرار بود به بیوه زنان رسیدگی بکنن و سر این موضوع با هم دیگه اختلاف زیادی داشتن. اون کسانی که عبری زبان بودن با اون کسانی که یونانی زبان بودن، اینها با هم اختلاف خیلی شدید داشتن که کدومی که از این گروه‌های بیوه زنان استحقاق بیشتری داره که بهشون، یا نیاز بیشتری دارن که بهشون رسیدگی بشه. مرد ایمان از مرد ایمان، مردی که ما همیشه تو کلیسا راجع بهش صحبت میکنیم، از پولس صحبت میکنه. پولس با برنابا سر یک شاگرد با هم دیگه اختلاف خیلی زیادی پیدا کرده بودن. اونقدر این اختلافشون شدید بود که حتی راه خدمتیشون رو از هم دیگه جدا کردن. پولسی که همیشه ما میگیم پولس، وقتی که پولس میگیم 1000 تا پولس از بغلش میریزه. ولی پولس هم دچار تعارض شد با برنابا. حالا صحبت هم چی هستش؟ صحبت اینه که چرا ولی کلیسای اولیه اونجا انقدر شفاها اتفاق میافتاد، انقدر افراد جدید داشتن به کلیسا میپیوستن. به خاطر اینکه اونها یاد گرفته بودن که مسئولیت بپذیرن در زمان تعارض‌ها، در زمان اختلافات. اونها یاد گرفته بودن که وقتی که تعارض و اختلافی پیش میاد، من پیش قدم میشم تا محبت مسیح رو، فروتنی مسیح رو، آنچه که از مسیح آموختم تو این زمینه رو من بهش عمل بکنم و منتظر نمیشد که شخص مقابل بخواد این کار رو انجام بده. رشد روحانی ما به نبود تعارض‌ها عزیزان بستگی نداره. هفته پیشم اینو گفتم، تعارض تا پایان عمر ما با ما ادامه داره. اختلافات همیشه هست، ولی میگه اون چیزی که ما رو با دیگران متمایز میکنه، میدونید چی هستش؟ یه لیوان آب اگر برای من بیارید ممنون میشه. من آدم سوالای یهویی‌ام. جان دقیقاً اون چیزی که ما رو متمایز میکنه از سایرین نحوه برخورد ماست.
از تعارض نمیتونیم اجتناب بکنیم، ولی از برخورد منفی میتونیم اجتناب بکنیم. نه؟ به جای اینکه وقتی که ما با کسی مشکل داریم نفر سوم رو بخوایم درگیر بکنیم، میتونیم با خود شخص صحبت بکنیم. یکی جان اوربک میگه که از افسانه‌های رایج زمانه ما این هستش که فکر میکنیم اگر خشممون رو برای نفر سوم بگیم آروم میشیم، دلمون آروم میشه و اینجوری همه چیز بهتر پیش خواهد رفت. میگه یک تحقیقاتی شده، یک خانومی به اسم کارول تاوریس که یک مرسی متشکرم که یک جامعه شناس و روانشناس مسیحی هستش، میگه که اینطور میگه، از اون نقل قول میکنه جان اوربک، میگه که صحبت درباره احساسات باعث کاهش آنها نمیشود، بلکه آنها را دوباره فعال میکند. وقتی شکایت ها را مطرح میکنی احساساتت دوباره برمیگردد و به همان اندازه عصبانی میشوی که در لحظه وقوع اون اتفاق شما عصبانی شدید. این کار باعث میشه نگرش منفیت نسبت به منبع عصبانیت تثبیت شود. دیدید چه اتفاقی میفته؟ ما چیکار میکنیم وقتی میریم با نفر سوم صحبت میکنیم؟ کاملا دیگه حق به جانب میشیم، یعنی چون داریم از موضع خودمون یک بار دیگه اون واقعه رو داریم تعریف میکنیم و عصبانیت ما، اون خشمی که تو اون لحظه اومده سراغمون، یه بار دیگه داره میاد بالا و هیچ اتفاق خاصی دیگه نمیفته به غیر از این که داریم خودمون رو داریم تحریک میکنیم، خشممون رو داریم تحریک میکنیم و کاملا دیگه برای ما این مسئله جا میفته که واقعا مشکل از طرف مقابل بود و من هیچ مشکلی ندارم. با تعجب بعضیا نگاه میکنن، انگار تا الان از این کارا نکردیم. هممون از این کارا کردیم، نه یکم با هم دیگه، یکم یخامون آب بشه، با هم دیگه راحت باشیم. هممون از این کارا کردیم، منم کردم از این کارا و دقیقا همین اتفاق در ما میفته. حالا جان اوربک میگه این به این معنا نیستش که خشممون رو در خودمون بریزیم، میگه شاید لازم باشه بریم و با کسی مشورت بکنیم، ولی مشورت کردن ما میگه باید تنها هدفش چی باشه؟ صلح و آشتی. چند بار خداوکیلی رفتیم با نفر سوم صحبت کردیم، اونم نفر سومی که میدونیم واقعا قراره که ما رو تایید نکنه و این انتظار هم داشتیم که ما رو تایید نکنه. با این هدف رفتیم که واقعا مسئله رو حل بکنیم. سامان رفتش با مانی صحبت کرد، مانی یه مقدار تازه هیزم ریخت تو آتیش سامان که بابا آره این کوروش اصلا واقعا وضعش خرابه، این درست بشو نیست. یک آماری میده، یک آمار خیلی تلخی میده در قرن 20 از کلیساهای بپتیست. جان اوربک میگه که کلیساهای بپتیست خیلی 109 فرقه بپتیست میگه تو قرن 20 وجود داشت، از جمله بپتیست‌های شمالی، جنوبی، عمومی، خاص، روز هفتمی، داوطلب، و میگه یه گروهی بودن از این کلیساهای بپتیست به اسم کلیسای خدا. بعد میگه از دل اینها به خاطر همین ناراحتی ها و در واقع تعارض ها و اختلافات، از دل اینها یه گروهی جدا شدن، بعد ویگن اسم خودشون رو گذاشتن کلیسای واقعی خدا. بعد دوباره یه چند سال طول کشید، میگه از دل اینها، از دل کلیسای واقعی خدا دوباره ناراحتی پیش اومد، یه کلیسای دیگه اومد بیرون، اسمشون رو گذاشتن تنها کلیسای واقعی خدا. بله دقیقاً. و میگه یه مطالعه نشون داده که در سراسر جهان، حالا این کتاب مال تقریبا فکر کنم 10 سال پیشه که جان اوربک رو نوشته، 33,000 فرقه مسیحی ما داریم. 33,000 تا فرقه مسیحی که میگه اتفاقا همگیشون هم مدعی هستن که اونها به درستی دارن تعالیم مسیح رو اجرا میکنن. ولی فکر میکنم این آیه رو اونها ندیدن. عیسی مسیح میگه که من در آنان و تو در من، تا آنها به طور کامل یک باشند و تا جهان بداند
که تو مرا فرستادی و آنها را دوست داری همانطور که مرا دوست داری. ظاهراً این آیات رو این عزیزان ندیدن. وقتی که ادعا میکنن که ما داریم کار درست رو انجام میدیم. قدم پنجم میگه با حساسیت رفتار بکنید. جان اوربک میگه که یکی از نکته‌های خیلی مهمی که ما اینو فراموش میکنیم وقتی با شخص روبرو میشیم، میگه باید خیلی مراقب باشیم تو اون لحظه، چون یه تعارضی، یک ناراحتی، یک اختلافی اتفاق افتاده. پس میگه حالت بدنی ما، زبان بدنمون، میمیک صورتمون، طرز بیانمون، تون صدامون، زمان، مکان، همه اینها رو میگه شما باید در نظر بگیری. وقتی که تو زمان و مکان و تو شرایط درست خودش ما جلو نریم و اون حالت ما حالت درستی نباشه، چون میگه اونجا یه اختلافی رخ داده دیگه، همه چیز در حال تشنج و ناراحتی هستش. میگه کافیه که یه جرقه کوچیک اونجا زده بشه تا دوباره همه چیز به سمت نادرستی بره. میگه یکی دیگه از افسانه هایی که روانشناسان مخصوصا تو دهه 60 و 70 میلادی میگه اینها در موردش صحبت کردن، این بوده که آقا خشمتو بریز بیرون. هر انسانی یه منبع خشمی داره تو وجود خودش که این منبع پر میشه و ما لازمه که این منبع خشم رو اگر بخوایم زندگی خوبی رو تجربه بکنیم، این منبع خشم رو باید خالی بکنیم. و گفتن اصلا محدودیت نداری، خالی کن، داد بزن، فریاد بزن، بشکن. این چیزی هستش که شما برید مطالعه بکنید. تو دهه 60 70 میلادی روانشناسان دقیقاً به اینجا رسیده بودن. خیلی هاشون معتقد بودن که من حق دارم که خشم خودم رو خالی بکنم که بتونم زندگی بهتری رو تجربه بکنم، و اینکه وقتی که خشم رو خالی میکنی منبع خالی میشه و حالت خوب میشه، دیگه از خشم خبری نیست. میگه چند سال گذشت، چند تا دهه گذشت و تحقیقات بیشتری انجام دادن و میگه خیلی کم پیش میاد که متخصصین علوم اجتماعی سر یک موضوعی با همدیگه همشون متفق القول بشن و به یک نظر واحد برسن. و میگه دقیقاً تو این مورد خشم همشون اومدن و اکثریت اونها، چه جامعه شناسان چه روانشناسان، به اینجا رسیدن که نه، اتفاقا وقتی که خشمتو میریزی بیرون، خشمت داره تحریک میشه و داری این خشم نه تنها کاهش پیدا نمیکنه بلکه داره بیشتر هم میشه. یعنی اگر من از فریاد زدن شروع میکنم، بعد به شکستم میرسم، بعد به زد و خورد فیزیکی میرسه و بعد شاهد این همه قتل و جنایت ما هستیم که وقتی که به ریشش برمیگردیم همون افرادی بودن که عادت کرده بودن که خشمو بریزن بیرون، هر جوری که شده اون منبع خشمو خالی بکنن و این تبدیل به یک رفتار عادتی میشه. یک واژه‌ای رو به کار میبره جان اوربک به اسم کاتاسیس که میگه اون تخلیه کردنه، که میگه امروز همشون به این نقطه رسیدن که از یک واژه یونانی گرفته شده که اصلا تخلیه خشم، میگم داره خشم ما رو بیشتر میکنه. ببینید چی میگه توی امثال سلیمان باب 15 آیه 1 میگه جواب ملایم خشم را فرو مینشاند، اما جواب تند آن را برمیانگیزد. میگه یه مشکل دیگه ای که این روی کردی که توی دهه 60 و 70 میلادی روانشناسان میگفتن که خالی کن خشمتو، این بود که هیچ کسی دوست نداره نقش تخلیه‌گاه خشم یه نفر دیگر رو بازی بکنه. کی دوست داره اینجا؟ کی دوست داره یه نفر دیگه خشمش رو اون خالی بکنه؟ فکر نمی کنم کسی. اگه واقعا هست بگید، من هیچ مشکلی نیست. اینجا جامعه دموکرات و آزاد هستش، میتونیم، آزادی بیانه، میتونیم با آزادی نظرمون رو بیان بکنیم. ولی شما لذت میبرید از این کار؟ اوکی مرسی برای جواب صادقانتون. چند نفر دیگه؟
اوکی اوکی اوکی. خب بسیار جان شبانه‌های کلیسا اونو اوکی، یعنی تحمل میکنن خشم رو. اوکی اوکی، خیلی عالی هستش. من خوشحالم که میتونید این خشم رو بپذیرید، ولی آمار نشون داده که وقتی که همون آیه‌ای که همینجا الان هستش، وقتی که تندی شروع میشه با خودش تندی میاره. ممکنه یک بار دو بار من چشم پوشی بکنم، صرف نظر بکنم، صبر بکنم، تحمل بکنم که قطعاً کلام خدا ما رو برای این صبر هم فرا خونده، ولی خشم با خودش خشم میاره عزیزان، و این تبدیل به یک رفتار عادتی میشه. ما توی جعبه رفتارهای خودمون 3 نوع رفتار داریم. یه سری رفتارهای عادتی هستند که من همیشه اینها رو انجام دارم میدم. یه سری رفتارهایی هستن که در حال بازسازی هستند، یعنی اینکه من دیدم، شنیدم و اون رفتارها رو انجام میدم. و یه سری رفتارهای خلاقانه. بله بله حتما. دقیقاً. مرسی، خیلی عالی بود، خیلی عالی. مرسی از اینکه در میون گذاشتید. جانم ما اون که تو خونمونه. بله ما یه درصدی از خشم رو ما با خودمون روی تو دی ان ایمون نوشته شده، ژنتیکیه، اونو کاریش نمیشه کرد، ولی داریم با فیض خدا روش کار میکنیم. بله خب الان محسن جان 2000 سال الان نتیجهش اینه دیگه، یعنی من، ربکا جان، فرنان جان به عنوان آشوریان این جمع، آشوری دیگه که نداریم، نه ما الان نتیجه این مورد لطف. بله بله بسیار عالی، مرسی خواهر جان، خیلی ممنونم، تجربه خیلی خوب عالی بود که با ما در میون گذاشتید. جان بگید فقط اونم یه مثالی میزنه، میگه فکر بکنید که، امیدوارم من امروز سقوط نکنم با این وسایل پشت سرم، میگه فکر بکنید که یه راننده‌ای داره راه یه راننده دیگر رو داره میبره، اوکی، و میاد کنارش و داد میزنه که هی حواست کجاست، این چه طرز رانندگیه، با خشم. حالا خیلی جان رولبک داره با حوصله داره راجع به این موضوع صحبت میکنه و میگه طرف مقابل با مهربانی بهش میگه که شما نکته خیلی خوبی رو بهش اشاره کردید، خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم، سعی میکنم روشم رو تغییر بدم، از اینکه وقت گذاشتید و انگشت وسطتون رو هم به من نشون دادید بسیار از شما سپاسگزارم. ما هفته پیش من گفتم اگه اینا رو دارید میشنوید از من، حمله بر بیادبی نیست، میخوایم که زندگی واقعی که بیرون داره اتفاق میفته رو راجع بهش صحبت بکنیم، اوکی؟ ما نمیخوایم میگم یه سری تئوری ها اینجا بگیم، اصلا قصدمون مطرح کردن تئوری ها و رویکردهای روانشناسی و جامعه شناسی اینجا نیست. چند نفر این صحنه رو دیدن یا چند نفر وقتی که این صحنه با خودش براشون اتفاق افتاده هر روز؟ یعنی شما تشکر میکنید از شخص؟ نه این منظورمه. آها umgekehrt، اوکی، برای اوکی اوکی. شما حالا اون شخصی که داد میزنه یا اون شخصی که اون اوکی ادامه ندیم، اوکی. آره خدا رو شکر برای این صداقت ها که همش داره میاد و خدا رو شکر. واقعا این صحنه مسخره است، نه؟ اصلا انگار وجود خارجی نداره یه همچین صحنه ای. واقعا خیلی باید به تعالی رسیده باشیم که یه نفر با یه همچین خشمی ما برخورد بکنه و ما هم
ازش سپاسگزاری بکنیم، تشکر بکنیم که ما رو مورد لطف و عنایت خشم خودش قرار داده. میگه افرادی که این راه رو انتخاب میکنند شاید در کوتاه مدت احساس بهتری پیدا بکنن. این افرادی که سعی میکنن خشمشون رو هر جور که شده بریزن بیرون و هیچ حساسیتی، ما داریم راجع به حساسیت صحبت میکنیم، با حساسیت رفتار کردن، نه، هیچ حساسیتی به خرج نمیدن و هر جوری لازمه اون خشم رو بروز میدن. میگه که ممکنه در یک کوتاه مدتی احساس بهتری پیدا بکنید، اما در بلند مدت میگه شما چیزی رو از دست میدید که واقعاً به اون نیاز دارید. و میدونید اون چی هستش؟ صمیمیت و روابط سالم. ما این رو از دست خواهیم داد. میگم ممکنه یه بار دو بار عزیزان الان گفتن که من بپذیرم که شخص مقابل با خشم با من صحبت بکنه، ولی تو طولانی مدت راه رو داریم اشتباه میریم. پس جان اوربه میگه اگر عصبانی هستید یک قانون ساده وجود داره. عیسی مسیح میگه با دیگران همونطور رفتار کنید که میخواهید با شما رفتار بکنن. قانون طلایی که توی هر رویکرد روانشناسی که من خوندم از همین قانون طلایی مسیح دارن استفاده میکنن امروز بعد از 2000 سال. با بقیه همونجور رفتار کن که دوست داری با خودت رفتار بشه. دوست دارید ادامه ببینید که بالاخره داستان سامان و کوروش به کجا قرار برسه. مرسی اومدی. قربانت گفتیم می‌خوایم ما هم حرف بزنیم. آره والا راستیتش یه چند وقتی اصلا فکرم مشغوله، هی میریزم به هم و اینا، بعد دیگه گفتم بیام با خودت صحبت کنم. چی شده حالا؟ یه ذره از دلخورم دیگه. من؟ آره. بابت چی؟ همین حالا یه چند وقتی یه رفتاری از زیاد شده. حالا مثلا اون روز آخریش دیگه آرش بود و مانی بود که ول کن بابا، تو ما رو میندازی وسط. هنوز تو فکرمونی؟ ناراحت دیگه. حساس نباش بابا، چقدر حساس نباش. الان گفتم بیای که حتی هر دفعه با تو حرف میزنم یا میگه حساس نباش یا نمیدونی من آدم شوخیم. حالا یه ذره شوخی کردم، چرا جدی میگیری؟ قرار نیست تو شوخی میکنی ما رو بذاری وسط بشوری که. حالا نه بابا اصلا اینجوریه نیست، میگم حرف میزنی همه بخندن. من اصلا بچه‌نانه نباش اصلا. تو من شنیدم از مانی، شنیدم از آرش، شنیدم رفتی اونجا پلوشون یه اول پچ با آرش حرف نزدم. من به مانی چی گفتم؟ یه شوخی کردیم با دیگه. من دستش نمیدم نارچون چون این همه ما لحظات خوش با هم داشتیم، اونا رو در نظر نمیگیری. الان عد اومدی یه دونه شوخی کردیم، حالا یه کاپشن ما لحظات خوش با هم داریم، گیر دادی ول نمی‌کنی. تو چون لحظات خوش با من داری، جلو آرش که منو دوست دارم باید بیای بشوری منو. تو هم بعد ببری همه جا پخش کنی بگی فلانی اینجوری گفت فلانی اونجوری گفت. بابا ولمون کن. اولا که پخش نکردم، حرف بعدی هم پشت تو واقعا نزدم. من مانی چی من ناراحت شدم این موضوع دیگه درست نبود. ما اومدیم 2 دقیقه اومدیم گفتم بیا بشینی حرف بزنیم. خب نه اومدیم به هدفمون اینه که بتونیم یه دوستی که داره خراب میشه رو برگردونیم. اگه اجازه بدی من حرف بزنم شما حرفمو بزن. باشه بگو در خدمتم. ببین تو حالا تو میگی من شوخم، خب ولی یه چیزی منو ناراحت کرده. خب من دیدم آقا تو جمع با من یه جوری برخورد میکنی که من دوست ندارم. من یه احساسی به من دست داده که رنجیدم، ناراحت شدم. یعنی اون روز من احساس کردم واقعا خورد شدم جلوی بقیه. به خدا اصلا من منظوری نداشتم. آقا دوست نداشتم. منظور نداشتی که کردی این کارو. یا بقیه رو ناراحت بخوام بکنم. حالا تو راه داره یا اینکه شما میخوای این رفتار رو ادامه بدی که نتیجهش این میشه که منم یه فکری به خاطر خودم بکنم دیگه. این رفاقت رو یه جوری نه بابا من هرگز نمیخوام تو رو برنجونم. احترام به قول خودت این هم خاطراتو بذارم زیر پام به خاطر این موضوع. نتیجهش این باشه که ادامه پیدا بکنه. شاید هم حالا من یه ذره فکر کن ببین آقا این سامان ناراحت داره میشه.
شاید من زیاده روی کرده باشم، خب قبول دارم، ولی واقعا یعنی خدا شاهده من نمیخواستم تو رو برنجونم یا اینکه حالا دوستای دیگه رو برنجونم. چشم بودم واقعا با خود منم شاید نمیدونم، منم از معذرت میخوام، منم نباید با مانی حرف میزدم، میدونم درسته و اصلا نمیدونم مثلا چی در اومد گفته که ولی من واقعا چیز خاصی میشم، ولی بازم معذرت میخوام اصلا از اینکه یا با طعنه با تو حرف زدم یا اینکه خواستم یه جوری غیر مستقیم بگم، ولی رفاقت کردم گفتم آخرش با خودت حرف بزنم که یه کدورتی نمونه، هرچی از همینجا تماشا بره. آره رفاقت اوکی داداش چشم. بریم یه قهوه بخوریم. آره اتفاقا منم حواس کردم یه قهوه بزنم. بریم داداش. آره خدا رو شکر ختم به خیر شد. خیلی خوشحالم واقعا که کارگردان اینجوری داستان رو تموم کرد، اینجوری بست. باعث خوشحالیه. ما هم میخوایم با خوشحالی تموم بکنیم این موعظه رو. دو تا نکته آخر رو میگم و بعد فرصت رو میدیم لحظاتی که با هم دیگه دعا بکنیم برای این مسئله. ما همیشه به فکر این هستیم که برای 5 سال، 10 سال، 20 سال آینده یک سرمایه‌ای برای خودمون، برای بچه‌هامون یک سرمایه‌ای جمع بکنیم. نه، و خدا همیشه از همون ابتدا ما رو دعوت میکنه که یک سرمایه‌ای قبل از این که طوفان‌ها بیاد ما یک سرمایه‌ای رو داشته باشیم. شاید الان خدا رو شکر شاید هیچ اختلافی، مشکلی، تعارضی وجود نداره تو زندگیتون، ولی ما نمیدونیم که فردا چه اتفاقی میفته. شاید فردا این اتفاق بخواد بیفته و امروز روزی هستش که خدا ما رو دعوت میکنه که اون سرمایه رو جمع بکنیم. قدم ششم، من خاموش کردم، قدم ششم میگه مستقیما ارتباط برقرار بکنید. دیدید اول توی پرده قبلی سامان چیکار کرد؟ کوروش رو دید ولی آره بعضیا از این کارا میکنن، بعضیا شوخی میکنن، بعضیا آدمو ناراحت میکنن، بعضیا حرفای نسنجیده میزنن و مستقیم نرفت و ارتباط برقرار بکنه. و جان اوربک میگه که وقتی افراد رو در رو قرار میگیرن معمولا به جای این که خیلی سریع بگن آقا مشکل چی هستش، به هر راهی میرن، به هر مسیری میرن به جز اون چیزی که اونها رو ناراحت کرده واقعا. و میگه میخوان که یه جوری بگن که طرف خودش متوجه بشه. میگه توی تیم رهبری که جان اوربک عضو اون هستش، میگه ما اغلب در مورد چیزی به نام قاعده 10% آخر صحبت میکنیم. یعنی چی؟ میگه بعد از اینکه جرأت کردیم وارد یه گفتگوی سخت بشیم با شخص مقابل و روبروش قرار گرفتیم، قدم رو برداشتیم، 90% راه رو رفتیم، تماس گرفتیم، گفتیم میخوام یه چیزی بهت بگم، به همسرمون گفتیم که میخوام باهات صحبت بکنم. حالا معمولا با همسر این داستان زیاد پیش نمیاد، اونجا خیلی رک و واضح حرفامون رو معمولا میزنیم، هیچ ابایی هم نداریم، ولی معمولا توی روابط دیگه این اتفاق بیشتر میفته. میگه 90% راه رو رفتیم و اون 10% آخر که باید بگیم آقا من از چی ناراحتم، اونو مطرح نمی کنیم و شخص رو توی یک ابهامی قرار میدیم. میگه مثلا شخص با ما رفتار بی‌ادبانه‌ای کرده و بعد میبینیمش، بهش میگیم که فکر نمی کنم ارتباط خوبی بینمون برقرار شده باشه. شخص من همچی حسی ندارم، ارتباط خیلی خوبی بینمون بوده تا الان. چرا؟ چون ما ناراحت شدیم، اون که ناراحت نشد، اون نمیدونه چه اتفاقی افتاده واقعا. میگه در واقع این روش از روی محبت نیست، بلکه از ترس، از درگیری، ناراحتی یا رنجی هستش که ممکنه تو اون گفتگوی عمیق ایجاد بشه. میگه منظور این هستش که در گفتگویی که با عشق و صداقت شکل گرفته مراقب باشیم که در لحظه‌ای که گفتن حقیقت بیشترین نیاز رو داره دچار ابهام و ترس نشیم تو اون لحظه. توی افسوسیان فصل 4:15 میگه بلکه در همان حالی که حقیقت را با محبت بیان میکنیم. دقیقاً این همون داستان نکته قبلی است، گفتیم که با حساسیت بگیم، با محبت، ولی حقیقت رو بیان بکنیم. یه
آیه خیلی زیبایی من توی امثال دیدم، خیلی آیه زیبایی هستش. توی امثال 27:5-6 میگه سرزنش آشکار بهتر از محبت پنهان است. زخمی که از سرزنش دوست برسد مفیدتر از صدها بوسه دشمن. سرزنش چیز بدیه ها، میگه مثل زخمه. ما تو اون لحظه که بخوایم حقیقت رو به شخص بگیم شاید واقعا ازمون دلگیر بشه، برنجه، ناراحت بشه. اصلا صحبت این نیست که اگه من مستقیم برم امروز با شخصی صحبت بکنم بگم که از چی ناراحتم، اونم با آغوش باز میگه بیا در آغوش من اصلا میپذیرم، کاملا حرف درسته. نه، همچین چیزی نیست، همچین تصوری ما نداریم. میگه مثل یک سرزنشه که زخم ایجاد میکنه، ولی میگه بهتره اون زخم ایجاد بشه، چون تا زمانی که زخم ایجاد نشه فرصتی برای شفا پیدا کردن ما نخواهیم داشت. یه چارچوبی رو میگه که من این چارچوبی رو که اون 10% آخر، من این رو از یک کتاب دیگه‌ای که چند وقت پیش مطالعه میکردم، اینو چون یه واژه‌ای رو اینجا داره میگه، در واقع تو اون کتاب میگه که حالا به نوع دیگه‌ای داره بهش اشاره میکنه جان اورپری تو کتاب خودش، ولی تقریبا همینه. این واژه مانا رو یکی از عزیزان خیلی استفاده میکنه. فرناند عزیز همیشه آخر SMS ها و پیغاماش مانا باشید، خیلی هم زیباست، پایدار باشید، جاودان باشید. از این کلمه مانا میگه وقتی که اون 10% آخر رو حالا ما چطور باید انجامش بدیم. سامان عزیز خیلی زیبا اون 10% آخر رو توی دیالوگش مطرح کرد. اولین قدمی که میگه برداریم مشاهدهمون رو بگیم. داره آموزش میده چطور ما مستقیم حرفمون رو بزنیم، از مشاهده خودمون بگیم. ما معمولا چیکار میکنیم؟ میگیم که تو فلان کار رو انجام دادی. مثلا دارم با همسرم صحبت میکنم، حواسش به من نیست، به من برمیگرده به من میگه که تو حواست به من نیست، تو بازم اصلا برای من اهمیت قائل نیستی. ولی میگه برعکسش بکنیم، برگردیم به خودم، مشاهده خودم رو بگم من دارم میبینم که حواست به من نیست. وقتی یک کلمه تو رو داری میاری، داری طرف رو محکوم میکنی، انگار بردیش توی دادگاه داری محکومش میکنی و این داره یک حس منفی داره به شخص داره میده. دومین قدم میگه احساسمون رو بهش بگیم. احساس کردم برای تو اهمیتی ندارم، وقتی داشتم باهات صحبت میکردم و حواست به من نبود، احساس میکنم که من پس برای تو اهمیتی ندارم. نتیجه میگه این ممکنه باعث اینکه وقتی به من توجه نمی‌کنی دارم باهات صحبت میکنم، این ممکنه باعث این بشه که بینمون فاصله ایجاد بشه. و در نهایت از انتظار صحبت میکنه که من دوست دارم و انتظار دارم وقتی که دارم باهات صحبت میکنم حواست به من باشه، به من توجه بکنی. یه چند دقیقه اون گوشی تو بذاری کنار، چند دقیقه تلویزیون رو خاموش بکنی، چند دقیقه حواست رو بدی به من. ببینید این طرز صحبت کردن و بیان کردن، با این که من شخص میاد میگه که بازم حواست به من نیست، بازم اصلا به من توجه نمی کنی، اصلا بابا حرف زدن با تو فایده ای نداره و بذارم برم، هیچ چیزی رو درست نمیکنه. این همون داستان اون خشم است که من فقط دارم یه خشم خودم رو میریزم بیرون و هیچ اتفاق مثبت و خوبی اونجا نخواهد افتاد. و قدم آخر میگه برای آشتی تلاش بکنید. خاطرتون هست گفتم که یه 2 سوال رو باید جواب بدیم که علت عصبانیتی هم چیه و هدف من چی هستش. جان اورپری میگه که آشتی به ندرت به راحتی و تقریبا خیلی سریع اتفاق میفته. هی داریم با واقعیت‌هایی که وجود داره داریم روبرو میشیم. آشتی به این راحتی ها بعضی موقع اتفاق نمیفته. حالا ما یه تئاتری دیدیم باید بالاخره جمعش میکردیم تو این تایم کمی که داشتیم، ولی همیشه اینجوری پیش نمیره. ولی با این حال میگه قلب مسیح قلب آشتیه. قلب مسیح دعوت به محبت و آشتی هستش. میگه اگه آشتی هدف ما نباشه، تقریبا تمام تلاش‌های دیگه ما
بی ثمر خواهد بود. یعنی اگر فکر اولیه من قبل از اینکه بخوام قدم بردارم، برم، مسئولیت بپذیرم و همه این قدم ها رو بردارم، اگر فکر من از همون اولی نباشه که من دارم میرم و هدف و نیتم این نیست که شخص رو مغلوبش بکنم، بلکه هدف من آشتی پیدا کردن راه حل هستش، میگه بقیه قدم ها رو اصلا بهتره بر نداری. توی رومیان 12:18 میگه حتی الامکان تا آنجا که مربوط به شما است، نمیگه مربوط به طرف مقابل، میگه تا جایی که مربوط به شماست با همه مردم در صلح و صفا زندگی بکنید، تا جایی که سهم منه. جان بیگ باز از یه تجربه رانندگی داره اینجا تعریف میکنه، تجربه رانندگی خودش. میگه توی خیابونی توی جنوب کالیفرنیا داشتم رانندگی میکردم و یه جای پارکی پیدا کردم و خیابون یه طرفه بود، جای پارک هم یه مقدار تنگ بود، کوچیک بود یعنی، و میگه من وقتی من میخواستم پارک بکنم ماشین پشت سری من باید صبر میکرد و خب میگه یکم پارک کردن من طول کشید و از توی آینه داشتم میدیدم که یواش یواش دیگه داره خونش داره به جوش داره میاد و میگه خب تو جنوب کالیفرنیا هم میگه اول فران جان میگه اسلحه میکشن، یعنی شلیک میکنن بعد بوق میزنن معمولا راننده ها. میگه بالاخره تونستم ماشین رو پارک بکنم و اومد و کنار من توقف کرد و میگه اومد کنار من توقف کرد تا منو از عمیق ترین احساساتش مطلع بکنه. میگه یه فریادی کشید سر من و اینکه آقا این چته، تو رانندگی کردن بلد نیستی؟ یه دونه میخوای پارک بکنی دیگه، کامیون که نیست، یه ماشین معمولی کوچیکه، نمیتونی پارکش بکنی؟ و میگه صحبت فقط این نبود، میگه سپس میگه یه فحشی هم حواله من کرد و که میگه نمیخوام اون رو تکرار بکنم، اما میگه به بخشی از آناتومی من اشاره داشت، نه خیلی شمالی نه خیلی جنوبی، دقیقاً در منطقه استوایی در نیمکره غربی. حالا بعداً فکر بکنید ببینید کجاست. و میگه اینو گفت و گذاشت رفت. میگه به نظر شما آیا متی 18:15 رو انجام داد یا نه؟ متی 18:15 یادتون هست که ما کل این موعظه اصلا متی 18:15 اگه برادرت خطایی کرد برو در خلوت به او گوشزد بکن. جان؟ اوکی. میگه تمام قدم ها رو برداشت، میگه تعارض رو پذیرفت که یه ناراحتی پیش اومده، مسئولیت کاملا میگه 100% با تمام دلش مسئولیت رو پذیرفت که حتما باید یه اقدامی بکنه و میگه فرارم نکرد، اومد دقیقاً وایساد بغل من کنار ماشین من، مستقیم چکشی به قول معروف، مستقیم هم حرفشو زد و نرفت پشت سرم هم غیبت بکنه با کسی دیگه ای راجع به من بخواد حرف بزنه، قشنگ مستقیم بدون غیبت کردن، بدون شایعه پراکنی، و میگه حتی اون 10% آخر رو هم انجام داد که معمولا ما نمیگیم که مشکلمون ناراحتیمون میگم از چی هستش، میگه اون 10% آخر هم انجام داد و کامل همه چیز تکمیل بود. پس میگه متی 18:15 رو انجام داد دیگه. جان؟ میگه اما مهمترین قدم که قدم آخری که ما داریم راجع به صحبت میکنیم، میگه هدفش آشتی و حل مشکل نبود و میگه ما هم دقیقا همین کار رو ممکنه انجام بدیم، شاید 6 گام اول و 6 قدم اول رو خیلی خوب برداریم، همه اینا رو انجام بدیم، ولی اگه میگه هدف آخرمون آشتی نباشه و هدفمون، بازم دارم میگم چون این خیلی همیشه در ما اتفاق میفته، فقط هدفمون گاهی اوقات این هستش که طرف مقابل بگه آقا ببخشید تو راست میگی. هدف خیلی از ماها متاسفانه با هر کسی که این ناراحتی پیش میاد، هدفمون این هستش که بپذیره طرف، توجیهش بکنیم با منطق و استدلال خودمون که آقا تو راست میگی ببخشید. و این هدف مسیح نیست.
میگه رویارویی مستقیم همیشه هم خوب نیست. گاهی همین برخورد مستقیم باعث تشدید تنش میشه، ممکنه حتی به خشونت منجر بشه و آسیب جدی حتی به ما وارد بکنه. میگه گاهی اوقات این اتفاق میفته که از درگیری هایی که پیش میاد، از صحبت هایی که با دیگران میکنیم، گفتیم ما اون جوجه تیغی ها هستیم، نه؟ هم ما تیغ داریم هم طرف مقابل، هم دیگر رو ممکنه حتی تو اون صحبت ها زخمی هم بکنیم. ولی میگه در این مواقع ما تنها به مدیریت خشم نیاز نداریم. میگه ما به یک چیزی نیاز داریم که خدا اون رو خلق کرده و یک معجزه‌ای که خدا خلق کرده. میدونی چی هستش؟ آب. این که واقعا معجزه است. ولی به غیر از این معجزه چی هستش عزیزان؟ یه بار دیگه میگه وقتی که این اتفاق میفته ما میریم تمام این 6 گام رو بر میداریم و هدفمون هم مثلا هدف آشتیه، ولی طرف مقابل نمیپذیره حرف ما رو. نه، خیلی موقع پیش میاد که شخص قبول نمیکنه و تازه بدتر با خشم شاید برخورد میکنه. میگه وقتی که ما تمام این گام ها رو برداشتیم، میگه خدا یک معجزه‌ای خلق کرد برای این شرایط که ما از این معجزه بتونیم استفاده بکنیم. و اسم این معجزه رو گذاشت جان کی گفت؟ بخشش. دست بالا. بخشش ها. اوکی، بله دقیقاً. همه فقط خانم ها گفتن بخشش، خواهران عزیز. آقایون زیاد تو جان از بس خواهران میبخشن. بله، زیاد ما آقایون با بخشش انگار با مقوله بخشش آشنایی زیادی نداریم. بله، تازه اون چشمش هم آخرش باز. آره. فصل بعدی که قراره که البته من یه بار دیگه تشکر میکنم از برده‌ویگن عزیز، شبان کلیسا، که به من این فرصت رو دادن که 2 هفته پشت سر هم، و از هیئت رهبری هم همچنین تشکر میکنم، تحمل کردن 2 هفته پشت سر هم من موعظه بکنم. منو تا چندین ماه دیگه نخواهید دید حتما خیالتون راحت باشه. ولی فصل بعدی که جان اوربگ میخواد راجع بهش صحبت بکنه اتفاقا دقیقاً راجع به همین معجزه است، بخشش. میگه همه این کارا رو کردید و هیچ اتفاقی نیفتاد و با برخورد بد با شخص مقابل روبرو شدید، شما میتونید از معجزه بخشش استفاده بکنید. چند نفر دوست دارن از این معجزه بهره ببرن؟ نه، خیلی سخته. 100% دقیقاً خیلی سخته. اصلا کل این داستان سخته، ولی خدا ما رو فرا خونده. با این آیه تمام میکنم صحبتم رو. میگه نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوز باشید و چنان که خدا در شخص مسیح شما را بخشیده است، شما نیز یکدیگر را ببخشید. عزیزان اینا جمله های نیست که ما فقط بشنویم و از کنارش بدویم بریم. امروز دعوت خدا اینه که ما عمل بکنیم به این جملات. میخواید شفاها بیاد؟ میخواید ناجیان به کلیسا افزوده بشن؟ باور کنید اگر مردم تفاوت نبینن بین خودشون و عملکرد ما به عنوان کلیسا، هیچ فرقی نمی کنیم با جامعه بیرون. میخوام که لحظاتی دعوت بکنم که با هم دعا بکنیم. میخوام از شبان کلیسا برادر عزیزم ویگن خواهش بکنم که بیان جلو و ما رو در این دعا رهبری بکنن. میخوایم همون سرودی رو که با هم خوندیم، گفتیم خداوند ما رو ملاقات کن، نه؟ میخوایم که خدا ما رو ملاقات بکنه توی این دعا. اگر عزیزانی که پشت توی تکنیک هستن هم بتونن یک سرودی بدون کلام بذارن برای ما از یوتیوب، خیلی ممنون میشم. ما 2 هفته پشت سر هم راجع به این موارد صحبت کردیم و الان زمان تصمیم گیری هستش و الان زمان عمل رسیده عزیزان. الان زمان این هستش که ما اون سرمایه رو که برای خودمون
برداشتیم از این موعظه بگیم خداوند به من قوت بده، من رو ملاقات بکن که بتونم از این سرمایه استفاده بکنم. شاید دلمون تلخه، شاید ناراحتی داریم، شاید همین الان در یک تعارضی هستیم، در یک اختلافی هستیم، شاید هم نه، شاید پیش بیاد، نمیدونم، ولی شاید یه تعارضی رو پشت سر گذاشتیم. ولی هر چی که بوده، دعوت خدا دعوت صلح و آشتی هستش. دعوت سختیه، دعوت دشواریه. خداوند قدوس، خداوند زنده، بله اعتراف میکنیم که خیلی جاها خرابکاری کردیم، خیلی جاها بر اساس کلام تو، کلام طلایی و زیبای تو خداوند، که فقط چند آیه‌اش رو امروز دیدیم ای خداوند، که چقدر عمیق و پرقدرت هستند ای خداوند. در اونها کم آوردیم و طور دیگه‌ای برخورد کردیم ای خداوند. بله اعتراف میکنیم اونطوری که تو ما رو بخشیدی، خیلی موقع ما دیگران رو نبخشیدیم. اونطوری که تو با ما رفتار کردی نسبت به گناهمون، نسبت به خطاهامون، ما با دیگران رفتار نکردیم. ولی تو رو شکر میکنیم به خاطر فیض و رحمت عظیمت که هر روز شامل حال ما میشه خداوند، و این فرصت رو به ما میده خداوند زنده تا به عنوان فرزندان تو، تا به عنوان مسیحیان، اشخاصی که نام تو بر ما قرار داره، بتونیم در راستای کلام تو فکر کنیم، تصمیم بگیریم و زندگی بکنیم ای خداوند. و باید اعتراف بکنیم ای پدر، به خاطر همین فیض تو هست که ما میتونیم روز به روز بهتر بشیم، روز به روز عوض بشیم، روز به روز تغییر کنیم. اگر قرار بود با اولین خرابکاریمون خداوندا محکوم بشیم، دیگه فرصتی برای این عوض شدن و تبدیل شدن و شبیه پسر عیسی مسیح شدن نبود. ولی تو رو شکر میکنیم که فیض تو بر ما قرار داره. خداوندا دعا میکنیم تا این فیض تو نه تنها چشمان ما رو باز بکنه، افکار ما رو تغییر بده، بلکه این افکار تغییر یافته باعث دگرگونی رفتار ما بشه ای خداوند. و همینطور که شنیدیم ای خداوند، قادر باشیم تا قدم آخر و مهم و اصلی رو که واقعا معجزه تو از آسمان بود. عیسی مسیح تو معجزه پدر هستی از آسمان بر روی زمین، و کاری که تو انجام دادی معجزه بود و امروز این معجزه رو قرار دادی تا من و ما اون رو به کار ببریم ای خداوند. اول برای عوض شدن خودمون و بعد خداوندا برای انجام دادن اراده مقدس تو. و تنها ایمان داریم که به این طریق خواهیم تونست تأثیر بگذاریم در خانواده‌مون، در جامعه‌مون و در کشورمون ای خداوند، تا هر کس به ما نگاه میکنه بله بدونه و اعتراف کنه که ما فرزندان تو هستیم.
خداوند رو دعا میکنم که ما با این آگاهی، با این تغییر نشون بدیم به جامعه خودمون که یک مسیحی واقعی چه کسی هست. متاسف هستیم از این که خداوندا مسیحیت چه در طول تاریخ چه الان کمتر شاید اون چیزی رو زندگی میکنه که تو به عنوان بنیانگذار خداوندا مسیحیت انتظار داری. پس بگذار از من شروع بشه ای خداوند، بگذار از ما شروع بشه، بگذار از کلیسای ما شروع بشه ای خداوند. و تو رو شکر میکنم که در این مسیر روح قدوس تو، روحی که در ما زندگی میکنه، این قدرت رو به ما میده تا بتونیم در راستی در محبت زندگی بکنیم ای خداوند. متشکر هستیم، دعا میکنیم این کلماتی که شنیدیم خداوندا، این راه و روش هایی رو که یاد گرفتیم، شاید بعضی از اونها رو میدونیم، ولی این قدرت رو به ما بدی که بتونیم در زندگیمون به کار بگیریم. خداوندا بدون تغییر نخواهیم تونست خانوادهمون رو، جامعهمون رو و کشورمون رو تغییر بدیم. پس دعا میکنم که این تغییر امروز، از امروز خداوندا در من، در ما شروع بشه خداوند. بله میدونم، من خودم شخصا اعتراف میکنم سخت خواهد بود، ولی اگر تو عیسی مسیح به عنوان انسان بر روی زمین تونستی انجام بدی و گفتی که کارهای بزرگتر خواهیم کرد، حتما یه قسمتش این هست که ما بتونیم به عنوان انسان مسیحی همونطور زندگی کنیم که تو با مردم زندگی و رفتار کردی. متشکر هستیم یک بار دیگه به خاطر کلام زندت. من میخوام که این کلام فقط کلمات نباشه، بلکه در زندگی من، رفتار من، جامعه عمل بپوشه. باز هم تمامی جلال رو به تو میدیم ای پدر، ای پسر و ای روح القدس. آمین. خدا رو شکر. آمین. نکته هشتم؟ نه، شوخی میکنم. میخوام از عزیزان خواهش بکنم، عزیزانی که تو این 2-3 هفته واقعا کمک کردن که این کار تئاتر رو بتونیم پیش ببریم، خواهش میکنم بیاین جلو. اشکان جان، فرید جان. آره واقعا من از شما تشکر کردم، ولی میخوام جلوی جمع هم از شما عزیزان واقعا تشکر بکنم که تو این 2-3 هفته با وجود کار، مشغله، خانواده و همه اینها، ولی با جون دل اومدن، وقت گذاشتن، همکاری کردن و عالی بود نمایش. نه؟ پس یه بار دیگه میتونید تشویقشون بکنید. خدا برکتتون بده. خیلی متشکرم.